أينما كنا أينما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید دوستان به برنامه رمضانی که از حدیث و آیت هایی که متعلق به ماه رمضان و روزه است بر شما پیشکش میکنیم و هر کسی که مسلمان است، بالغ است، عاقل است، بر او روزه ماه رمضان فرض می باشد. باید شخصایی که به بلاغت نرسیدند آنها را پدری مادر ترغیب و تشویق کند و آنها را باید اگر شما امروز روزه گرفتید من به شما چنان هدیه میگیرم. شخصایی که کودک هایی که به بلاغت نرسیدند، زیرا آنها را مثل نهال نوروز به احکام های الهی عادت کنانیدند. این یکی از فرمایشی دین می باشد. فقط ترغیب میکنید، یعنی دعوت میکنید، آنها را زجر نمی کنید. اما کودکی که مثلا سوال پیش می آید که کودکی که در درون ماه رمضان به بلاغت می رسد، به بلاغت رسیدنش این است که وقتی که خواب می بیند، خواب می رود، احتلام می شود، یا که به آنجاهای شرمگاه موی می بروید، یا که صدایش دیگر می شود، به بلاغت می رسد. اگر در نصف ماه رمضان یا که یک روز به ماه رمضان مانده است، اگر به بلاغت رسید، او یک روزی همان روز به آن بر او واجب می شود که روزه ماه رمضان همان روز رو دارد و باقی مانده روزها رو خیلی که ابو حنیفه، مالک، شافعی میگویند که روزه قضا رو نمیگیرد. مثلا 15 روزی ماه رمضان گذشت، بعد 15 روز کودک به بلاغت رسید. غالبا کودک ها، دخترها در سن 9 سالگی و پسرها در سن 12 سالگی میرسند. مثلا کودک در نصف ماه رمضان به بلاغت رسید، همان نصف باقی مانده بر بالای او واجب می شود و آن ماهی که گذشته است بر او قضایش واجب نمی شود. و این چنین برای کافری که مسلمان گشت، مثلا در نیم ماه رمضان یا که در اول ماه رمضان اسلام آورد، بر او واجب می شود. برای کافر این روزه فرض نیست، زیرا اگرچنده که کافر روزه میگیرد در حالی که کافر است به او اجر نیست. خیلی که مادرمان عایشه رضی الله عنها از پیامبر پرسیدند که عبدالله ابن جدعان خیر و سخاوتش در نزد الله فایده میدهد؟ پیامبر گفتند هرگز ای دختر صدیق، چون که او ایمان نآورده بود و از الله طلب آمرزش گناه نکرده بود. خیر و سخاوت میکرد، فایده ندارد. برای همین کافر اگر مسلمان شد، همان زمان در کدام روزی که او ایمان آورد، همان روز از خوردن باز می ایستد و فرداش روزه را آغاز می کند. زیرا الله می گوید که قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف. بگو برای شخصایی کافر شدن آنها از شرک کفرشان دست کشند، آن و دیگر گناهانشان را مورد بخشش قرار میدیم. ما قد سلف، آن گذشته ها را. بنابراین اگر کافر در 20 روز ماه رمضان گذشت و 10 روزی باقی ماندهش روزه میگیرد و 20 روزه گذشته را قضا نمیگیرد. این بود
هدیه ماه رمضانی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.